با من آماده شین امروز ببرمتون دانشگاه، یه روز کامل دانشگاهی با کلاسامون رو بهتون نشون بدم. 6:30 صبح بیدار شدم، بدو کارمو انجام دادم. کلاس اول 8 صبح. صبحتون بخیر. از اونجایی که شب میخوام با دوستام جمع بشیم بعد مدت ها، در نتیجه ناهارمو با خودم میبرم که از خرج اضافه جلوگیری کنم. محصولاتی هم که امروز بعد ویدیوی معرفیشون رو بگیرم و با خودم بردم که بین کلاس‌ها معرفیشون رو بگیرم و هوا به شدت عسل بود. برای کسایی که نمیدونن من ترم 2 ارشدم، ژنتیک میخونم و کلاس اول بیوانفرماتیک بود. جهت انرژی داشتن و فهمیدن درس‌ها قهوه بعد کلاس لازمه و کلاس بعدی هم ژنتیک سرطان بود. بی‌نظمی دیده میشه. تعداد زیاد شده. اینجا دوستای شکممو می‌بینیم که حسابی کیف کردن و رفتیم اپیژنتیک. هیچی خوشگل‌تر از آفتاب بعد بارون نیست. کلاس سوم فقط به ذوق آیس کافی بعدش گذشت. این وسط کلی هم ویدیوی یوتیوب طولانی براتون گرفتم و از کلاس‌ها توضیح دادم بهتون. کلاس آخرم تموم شد، همه رو ریختم تو ماشین، رفتیم بیرون. تا بقیه برسن معرفیامو ضبط کردم. کل شب به رفع دلتنگی گذشت و کلی کیف کردیم. مرسی همراهم بودی. منم ویدیوی بعدی میبینمت.